تو انتخاب اسامی دقت نمی‌کنی. رضا میگفت دختر همسایه داریم اسمش گذاشتن عسل، دقت می‌کنی شبیه پنیر لیقمان بیشتر تا عسل. پارسال مثل که مانتوی بدون دکمه مد شده بود، امسال دکمه بدون مانتو مد شده، نمیدونم دیدید یا نه. کلا تو خیابون دکمه حرکت میکنه میره اونور، شما میتونی دکمه رو بزنی و همه چیزو ببینی. چیز عجیب غریبیه. یکی از رفقای رضا از بس مورد داره بهش میگن همه موارد خداش. نمیدونم آیا شما اخیراً پیگیر دید در شب رضا هستین در آپارات یا نه؟ مهمونای عجیب غریبی میاره. سحر قریشی رو برده اونجا هیچ کیو نمیشناخت، همش هم میگه سلام. خیلی باحال. مثلا بازیگران بانوی بسیار خوشنام آوازه و خوشفیس حضور دارن که شهرت بسیار بالایی و بسیار هم ظرفیت بالا که ما اگه شوخی هم کردیم جورایی نه تنها ناراحت نشدم، مثل همه شما گل لبخند بر لبانشون جاری بود. خانم ها آقایان، سحر قریشی در جمعیت. خیلی خوشحالم.